سال 1392 از لیسه مسلکی زراعتی فرخار فارغ هستم و آمدم اینجا که نمرات ما با شهادتنامه بگیرم. خب برادر عزیز، در کدام بخش یا در کدام ریاست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی کار شما اجرا میشه؟ ما برادر عزیز آمدم اینجا، اول آمدم معاونیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی پیش معاون صاحب اینا راجع کردن مرا به امور تحصیلی و تعمیلی و اینا امضا کردن بالای چی امور متعلمین و محصلین. بسیار اگر شما خوب است، من منتظر هستم معاون صاحب بیاد بریم با چیز دفترشون. چطور است نحوه پیشبرد کارتان؟ یعنی اسنادتان به درستی کارش اجرا شد؟ در اجرای کار به کدام سکتگی یا کدام مانع برخورد نشد؟ چطور نه برادر عزیز، فوق العاده ما آمدیم 10 دقیقه نشده خیلی کار ما پیش رفته. تمام کارام فقط در چی هست که مدارکام ما بگیرم دیگه تمام است. خیلی کارام پیش بردن 10 دقیقه. همشون حاضر بودن در دفترشون، معاون سیوا بودن، مدیر سیوا بودن، همشون حاضر بودن. خیلی کار پیش رفته. چه مشکل داری؟ معاون سیوا می چی است؟ نمرات میخوام بگیرم. شهادتنامه نمرات از کدام اینستیتوت فارغ است؟ از تخار ولسوالی فرخار. 92 فارغ؟ بله 92 فارغ است. سال اسناد نگرفتی؟ نگرفتیم. چرا؟ نبودیم دیگه، تاس خواندیم دو پانتون ولی فهم میخوام بگیریم. اسناد خود تخار چرا نگرفتی؟ اینجا خانه اینجاست، گفتیم از همینجا بگیریم. کابل است؟ بله اول. شنده کابل است؟ بله کابل است. در فرخار خواندیم. بله 1392 است. بله. صحیح است، مشکل نیست. صحیح است. بورد چی؟ به ریاست امور متعلم ببرم. تشکر. سلامت باشید. تشکر باشید. موضوع کاریتان چی است که شما آمدین به اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی؟ به اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی آمدیم به خاطر که میخوایم که یک امتحان بتم در اینستیتوت طبی غضنفر و اونا خواستن که یک فرم را ما پر کنیم که دو باید تاییدی مکتب و تاییدی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی باشه. از او خاطر کارا را خلاص کردیم و آمدیم که اینجا تاییدی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی را بگیریم. بسیار خوب. کار شما به کدام مرجع یا به کدام بخش اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی پیشبردش مربوط میشه؟ کار ما که از طریق اینستیتوت ما را گفتن که برین در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، در اونجا به اداره متعلمین و معلمین برین، اونجا میرین باز تاییدی میکنه که شما اونجا درس خواندین و از درس خواندن شما تاییدی میتن. بعد از اون ما آمدیم اینجا و چطور بود شما که آمدین در ریاست عمومی امور متعلمین و معلمین، پیشبرد کارتان چطور بود؟ آیا در کارتان سکتگی نامد؟ کارتان به موقع اجرا کردن یا خیر؟ بله، از یک تشکری میکنم از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی. بسیار خوب وقتی که رفتیم فرم دادیم، بسیار با روحیه نیک کردن و فرم ما را که چیزی که لازم بود لازم دیدش تکمیل کردن و بر ما دادن. این محترم میره در منزل دو ریاست امور متعلم برن یک مور میشه. درست است. بعد از او در شعبه مرد اسپیل نام تانه چه کردی؟ بله جلال جان درست. جلال جان است. منزل دو ریاست امور متعلم یک مور میشه، باز در ماسپا میبرین پولش تحویل میشه. مخ کارونه د محصلینو او متعلمینو مربوط دي او هغه اسناد او کوم فعالیتونه چې مربوط دي محصلینو کې لکه شمولیت او فراغت نتایج دي د ارزیابي ده محصلینو د استادانو ارزیابي ده د موږ د عمده فعالیتونو څخه راځي.